خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. از اینکه خداوند همیشه با توفیقاتش ما را حمایت میکنه و همیشه به ما و شما بندگانش توجهات خاص و عنایت‌های ویژه دارند. امیدوارم که ما و شما بندگان خدا هم اونطوری باشیم که الله ذوالجلال و الاکرام از ما و شما انتظار دارد. هر کسی برای کسی هزینه میکنه، وقت میذاره، حمایت میکنه، همراهی میکنه، یه چیز طبیعیه، انتظاراتی هم دارد. در این شکی نیست که خداوند تبارک و تعالی دلسوز بندگان هست و واقعا براشون هزینه میکنه. خداوند از ما نخواسته که حتی خودش هیچ کاری برای بندگانش انجام نده تقاضایی بکنه. خداوند زمانی گفته منو بپرستید که میگه من آسمان ها رو برای شما آفریدم، زمین رو برای شما آفریدم، دریا و کوه و جنگل و دشت و حیوانات و پرندگان و معادن و رزق و روزی و ستارگان و همه امکانات، اکسیژن. و بعد از اینکه این همه نعمت‌ها و هزینه‌هایی که برای بندگانش انجام داده بر مقتضای مهر و محبتی که نسبت به بندگانش داره، میگه اگر که تشخیص میدید که من رب العزت و الجلالم، مرا پرستش کنید. هرچند که به این پرستش و عبادت نیازی ندارد. با این تفاسیر میبینیم که بیشتر بندگان خدا از امکاناتی که خداوند در اختیارشون گذاشته استفاده میکنن، اما خدا رو پرستش نمیکنن. کاشکی در همین حد اینکه خدا رو پرستش نمیکردن تا همین حد بسنده میکردن. بعضا توهین و دشنام و ناسزا هم به خدا میگن.